هیچ آخری هم نداره. کردا آدمای خشن، آدمای عصبانی، آدمای دردسر. ببین ما که نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم. تو کرد دیدی؟ نه جان بابک، کرد دیدی که زود از کوره در نمیره؟ تو دیوونه ای؟ نه واقعا دیوانه شدی؟ تو میدونی این بازی کردن با جونه؟ فکر کن فردا یکی بگیرتش، پیامای ما رو ببینه، پولی که دادیم بشا بدونه، که اینا دادن بشا ببینه، گفتیم برو از فلان جا عکس بگیر بره ببینه، دوربین مخفی گذاشته. کمتر از اعدام نیست. برای اونم برای چه کشوری؟ واو. فردا داری فیلم میگیری؟ یه نفر میاد میگه خانم کی داره کجا فیلم میگیری؟ تو میگی هیچی، میگه اوکی یه دقیقه تلفنت رو بده، شناسنامه‌ت رو بده. تلفنت داره میگرده، یه باری اون با من صحبت کرده یا با کری صحبت کرده یا پیدا میکنه. حالا برو درستش. همین فیلمی که این تو تلویزیون ما نشون میده رو ببینن، برن همونجا برن ببینن توی این مدت چه تلفن هایی اینجا اومده و رد شده فیلم برداری کردن. اوکی بره از یه بقالی فیلم بگیره، ما هم نشون بدیم. اوکی بعد از اینکه نشون دادیم، خوب گوش بده، بعد از اینکه نشون دادیم معمولا میرن تو این بقالیه، میگن توی این مدت کی اومده، کی رفته، فلان بیسار. میگه آره یه باری فلان اومده، فکر کنم اومد فیلم گرفت و این حرفا رفت. اوکی اینا فیلم برداریای دور و برای کار میندازن، اینا به عنوان جاسوس دیگه. میبینن چه تلفن هایی از اونجا زنگ زده توی اون روز، میتونن پیدا بکنن دیگه، لوکیشن داره تلفن. نمیگم همون که تو گفتی خیلی امکانش کمه، ولی امکانش هست. من که دیگه باور کن کوچکترین عشقی دیگه ندارم. خیلی 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 امیدوار بودم. ببین هفته پیش خیلی امیدوار شدم یه باری، من که اینقدر ناامید بودم و این حرفا، هی گفتم شاید چیز شده، چه روزه و فلان و این حرفا، ولی دوباره دارم میبینم که فروکش داره میکنه. ندیدم که خبری مثلا دیروز و امروز خبر چندانی نبوده. حقم دارن قربونت برم، چقدر این جوانا تک و تنها برن تو خیابون. حالا چه روز دیگه هم همینجوری برن تو خیابون، 40 نفر دیگه شون هم بکشن، تا وقتی پدر مادراشون نیان تو خیابون، این قله وافورا و کریاکاشون رو ول نکنن، چرا نخواهن رسید. میبینم آره، دلم من آتیش میگیره براشون، کاری هم دستم بر نمیاد، تنها صدای فریادشون باید باشه و کاری که اینجا دارن انجام میدن. و یه بهت بگم ای کاش همه دنیا مثل این کشور کمک میکردن. جایی که من هستم فقط همین کلمه میگم و دیگه سوالم نکن، اینا بدون.